چطوره افراد بازی ندارن جورسن سال vermir mənə bir ədəddir bilirsən zəhərlərdir görürsən bir aydanın uşağına خدا. این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه کله ملق زدنای آخوندا در تله برجام و ترسشون از پشت پا زدن اروپا و کله پا شدن عظما تو باطلاق تحریم‌ها. بر صورت 3 کشور اروپایی امضا کردند و بعد اتحادیه اروپا تایید کرده. بعد حالا مثلا وقتی روابط خاص اقتصادی میخواد اتفاق بیفته میگن خب آمریکایی‌ها نمیذارن. اگه بنا بود که کشورهای اروپایی و بخصوص اون 3 کشور تعهداتشون منوط به توافق آمریکا باشه پس ما چرا 5+1 گفتیم؟ ما میگفتیم 3+0. حالا این که خوبه، این جغد عمامه‌دار یعنی آخوند طائب اصلا کلا زیرا به نرمش ذلیلانه عظما رو میزنه و میگه اصلا به چه مجوزی هسته ای رو به فنا دادی؟ مذاکرات برد ما یه چیزی ببریم آمریکا یه چیزی ببره، ما حق داریم چیزی به آمریکا بدیم؟ اگر خدای متعال اینها رو در اختیار ما قرار داده که در حق مؤمنین قرار بدیم، حق واگذاری به کسی نداریم، اگر به ما حق واگذاری نداده از جیب کی میخوام بدیم؟ اون کیه این ما میخوام به او بدیم؟ یعنی هسته‌ای ما اومدیم تعطیل کردیم اسرائیل رو، این مال کی بوده؟ به چه مجوزی ما اینو تعطیل کردیم؟ ظاهرا این حاجی لکلک یادش رفته که سیدعلی چطور تو محاصره بحران ها گیر کرده بود و از زور تحریمات داشت خفه میشد. حالا از همه اینا بیریختر جام زهر منطقه‌ای که اومده رومیز ولایت و شیخ فری هم یواش یواش مشغول مزه کردنشه. رئیس جمهور تاکید کرد آرامش و ثبات در سایه همکاری کشورهای منطقه است و ایران با اینکه اگر لازم باشد از همه شیوه‌ها میتواند استفاده کند اما اولویتش همیشه تعامل، همکاری و مذاکره بوده است. بله دیگه، اینطور که پیداست کشورهای منطقه عظما رو گذاشتن لب پرتگاه و یه پخ کافیه تا کامل کله پا بشه. این وسط مشکل اصلی بسیجی‌ها و پاسدارای ریزشی هستند که دیگه حتی عربده کشی‌های سرتشتک قاسمی هم دردی ازشون دوا نمی‌کنه. رفتید یه ماه پیش جلسه گرفتید اون طرف، اتاق بغلی عادل جبیر بوده و اتاق بغلی ترکی فیصل بوده، هر چی خواستن به نظام گفتن. اون هفته هم برگشت گفتن که بعد از اینکه کار یمن تموم بشه جنگو به داخل ایران میکشونیم. هیچ اینجا نیست اصلا جواب بده. شنیدید جواب قاطعی از وزارت خارجه یا نه؟ کسی جواب نداد بهشون. اتاق اون طرف دارن به ایران فحش و دبل و دروغ میگن، اتاق این بغل نماینده سازمان حج رفته داره میبنده با اینها. حتی تو مذاکره پرچم ایران هم برداشتن اینها، میگه دستبندو میزنیم، این کارا نباید بکنید، این کارا باید بکنید اینها. البته تا جایی که به شیخ فری برمیگرده خودش هم این کاره است. صدور تروریست تو خون این آخونداست، اما چه کنن که زوارشون در رفته و ورق چرخیده. نمیتونیم ببینیم تروریست‌ها بیان حرم‌های مقدس ما رو تخریب کنن، تروریست‌ها بیان مردم بیگناه رو از بین ببرن و شما کمک کردید به تروریست‌ها و امروز دارید کشورهای منطقه رو منهدم میکنید و از بین میبرید. پس ما به کمکمون به مظلومین در این منطقه ادامه میدیم. تو این اوضاع و احوال برای که دل و روده عظما از این بیشتر به پیچ نیفته، از این گزارش‌های دوغکی هم توی تیویریش پخش میکنن و پرده دفاع از حرم و این حرفا رو کنار میذارن و به صراحت به عملیات‌های نظامی تو سوریه اعتراف میکنن. اینجا شهر دیل الزوره. اجازه بدید از همینجا یه سلام ویژه به شما عزیزان بزرگواران داشته باشم و بگم عملیات البوکمال که انشالله فردا به اون منطقه خواهیم رفت و همین عملیات دیر الزور
به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان انجام شده. و جالب داستان اینجاست، دوست من همین الان از البوکمال رسیده، میگم من فکر میکردم به عنوان اولین خبرنگار من رسیدم به خاکریزه محل درگیری با دشمن. بعد وقتی سوال کردم گفتن نه، حاج قاسم سلیمانی از تو جلوتره. البته تو روزگار طلسم شکستگی آخوندا به چنین نمایش‌هایی نیاز دارن. درسته که کرک و پرشون تو منطقه ریخته، اما خب باید یه جوری نشون بدن که سرپاس. یکی دیگه از مشکلات عظما آشولاش شدن مزدورای منطقه‌ایشه. برای سرپا کردن اونها هم مجبور از این برنامه‌ها درست کنه. بعد عمرة ولاية الفقيه احنا علي الخامنئي بالنسبة لنا احنا هم نيابونا فوق الراس، يعني على الخامنئي فوق الراس هنا. اذا اضطرت الامور للجمهورية توصل الشغلة اسحب عائلتي واطلع الجمهورية واموت على الحدود وما اطيح. انا من الناس احكي لك. خلاصه این که این وضعیت قاراشمیش در راه پیش برای آخوندا گذاشته و در راه پس. یه بخشی از پول ملت رو که خرج تروریسم میکنن، بقیه‌اش هم راهی جیبای گشاد آخوندا و خرج خونه‌های آنچنانیشون میشه. یک آماری 60% مسئولین تراز اول انقلاب توی منطقه یک تهران نشستن. حالا احتمالاً 40% بقیه‌اش تو منطقه 2 نشستن. بعد آمار شنیدیم دوباره 15,000 کارتون خواب ما توی تهران داریم. توی همین دولت فعلی من خودم توی فرودگاه جناب وزیر محترم رو زیارت کردم. بعد ازشون پرسیدم که خب الان 4 میلیون نفر دغدغه مسکن دارن و با این موضوع درگیرن، نظر شما چیه؟ ایشون فرمودن که به نظر من مسکن طرح مزخرفیه. حالا برای زلزله زده ها چی میمونه؟ خودتون ملاحظه کنید. مسئله زلزله زدگان مشنگستان این هفته رو با یه چشمه از اول مشنگ نظام آغاز میکنیم که تو این هیروبیر دنبال تعداد فعولونه. شکسته چرا این نقوش، این خطوط، این حروف الف با، چرا ز، چرا ه، چرا ر، شکسته. هیبالله انفسکم انشاءالله. این مصرع آخری که خوندید یک فعولون زیاد نداشت، بررسی کنید. بعضی از مصرع‌ها به نظر میرسید تعداد افاعیلش یکسان نیست. حالا شما همین مصرع آخر نگاه کنید، چرا ز، چرا ه، چرا ر، شکسته. 5 تا شد، یعنی 5 تا فعولون شد، در حالی که بهر تقارب 4 تا فعولونه. حالا البته یه جاهایی 4 تا بود. یکی دیگه از مشنگای نشونه‌دار نظام این پاسدار سلامیه که از پای منقل عظما اومده نشسته جلوی دوربین تا از این توهم‌ها بزنه و ببافه، اونم چه بافتنی. هر عمل ما تابع یک ضابطه راهبردی است. ما یک منطق راهبردی بر برد سلاحامون حاکمه و اون این که ما تا آن دامنه‌ای که احساس میکنیم از اون دامنه تهدید میشیم تا اونجا برد موشکامون رو اضافه میکنیم. خارج از اونجا اگر تهدیدی وجود نداشته باشه ما اضافه نمیکنیم برد موشک ها رو. بنابراین اروپایی‌ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک های ما بشن، ما دیگه این محدودیت ها رو ممکنه کنار بگذاریم، دستکاری نکنن، به عبارت ساده سر به سر ما نگذارن. پاسدار جعفری هم که هنوز قضیه تماس دوغکیش سوژه فضای مجازیه، این هفته یه سوتی دیگه هم داد و به خیرات و برکات داعش برای نظام ولایت اعتراف کرد.
مثلا همین شکلی داعش بگیم، داعش وقتی میخواد شکل بگیره باید در نطفه خفه میشد. اصلا این نه واقعیت داره، نه عملیه، نه معلوم نموز که همین به صلاح باشه، چون همین شکلگیری داعش و این اتفاقاتی که ظرف 4-5 سال تو منطقه افتاد، در واقع خود این چون یک پیامدهایی داشت، این جنگ با داعش، این آمادگی جبهه مقاومت، این سازماندهی شدن مردم منطقه در کشور سوریه، در کشور عراق و نیروهایی که در کشورهای دیگه اومدن برای جنگ با داعش، اینا جبهه مقاومت رو توسعه داد. در هفته‌ای که گذشت سران 3 قوه نظام یه جلسه با هم گذاشتن که ببینن چه خاکی بر سرشون کنن. آخرش رأس مجلسی لاریجانیا یه سیخی به شیخ فری زد. بدونین شامی به ما نداره. قبلش هم همین بوده البته. این شما و این یه نمونه از مجالس روزه و نوحه آخوندی که طرف هرچی از دهنش میاد میگه تا شاید یه اشکی از ملت بگیره. ای وای ای وای تو مادر داری، خدا میگم چرا گریه میکنی؟ مگه مادرتون رو زدن؟ تو حالا با مادرت بیرون رفتی؟ ببینم مرد مادر توی وقتی میره بیرون. آره مواظب مادرت. اگه کسی چپ نگاه کنه چه کار میکنه؟ میری جلو مادرمه. آخوندا هر چقدر زور میزنن که این بساط آبگوره گیری رو همه جا پهن کنن، نه تنها به نتیجه نمیرسن بلکه کار به جایی رسیده که تو کلاسای درس در دافعه از آخوندا با چنین صحنه‌هایی مواجه میشیم. بس که شراب خورده‌ای، بس که شراب خورده‌ای، بوی شراب میدهی، بوی شراب میدهی. بس که شراب خورده‌ای، بس که شراب خورده‌ای، بوی شراب میدهی، بوی شراب. این هم نمونه ای از یک گزارش تلویزیونی در تیویریش. مصاحبه با یک متهم به دزدی. همه مدل با میشه. همه مدل‌ها رو با می‌کنی؟ با دل به کار بدی با میشه. جدا چیکار کنیم با نتونید وا کنید؟ بس ماشین خوب بخرید، سانتافه بخرید، ماکسیما بخرید. نداریم ما اینا رو بخریم. پولتون جمع کنید بخرید. برای همین از اینا بخرم که راحت‌تر ها. پارکینگ یه چیزی بذارید یا آقا چیزایی که به درد بخوره نذارید تو ماشین. ماشین تو تخلیه کن، چیشو میخوام ببرن از پشت شیشه ماشین چیزی معلوم نشه دست بهش نمیزنن. 10 سالی از سابقه داره و واقعا توصیه‌ای که میکنه جدی بگیرید. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه دختر کوچولوی هموطن جلب می‌کنیم که ترانه خاطره انگیزی از زنده یاد مرضیه رو به زیبایی اجرا میکنه.